در عرفان عمل مقدمه علمه، در زندگی علم مقدمه عمله. شما فیزیک میخونی که به کره مریخ بری، شیمی میخونی که ترکیبات شیمیایی انجام عمل کنی، ولی در طریقت و در شریعت نماز میخونی عمل میکنی که چیکار کنی؟ که نماز خونده باشی، که معرفت پیدا کنی. در سلوک، در طریقت عمل مقدمه معرفته، ولی در زندگی معرفت مقدمه عمله. من فلان علمو میخونم برای اینکه اجرا کنم، مهندس میشم برای اینکه کارخونه رو اداره کنم. اما در عبادت، در شریعت عمل میکنی که معرفت پیدا کنی. به همین جهت بسیاری از همه مفسران تقریبا الا مستثنی و همه عرفا این آیه شریفه رو اینطور تفسیر کردن: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند فرموده. همه مفسرین از ابن عباس تا حالا اکثرا البته مگر استثناء گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون. من انسان را آفریدم تا بشناسد. کیو بشناسد؟ مرا که خداوندم. پس لیعبدون یعنی لیعرفون.